درود به همه فارسی زبانان، خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. من الکسی هستم و از همینجا برای همتون آرزوی صفا، محبت، عشق و صمیمیت میکنم. امیدوارم هر جای این دنیا که هستید حال دلتون خوب باشه. امروز اومدم به درخواست شما با یه موزیک ویدیوی توپ دیگه از هنرمند بسیار پرقدرت و خوش صدا خانم نیگینا. برای حمایت از من اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، با دوستای دیگه‌تون هم به اشتراک بذارید. اگر هم دوست نداشتید فدای سرتون. میریم با هم دیگه این ویدیو رو ببینیم بدون معطلی. برو بریم. به به. برای کسایی که فلوت میزنن میدونن زمانی که به اصطلاح هیچ موزیک دیگه زده نمیشه و فقط داره فلوت زده میشه و شروع آهنگ هستش، چقدر کار سخت و پر استرسی هستش. بریم ادامه رو ببینیم. در دل پاک تو من نور صفا میبینم. به به، چه صدایی. در نگاه تو جهان ز حیا میبینم. من تو را خوبترین خوب خدا میبینم. من چی شادم که مدام توی از من تنها. واقعا خانم نیگینا صدای دلنشینی داره. الکی نیستش که هر سال وقتی که جنگ چرا جنگ بازم توپق، ولی پاکش نمی کنم، یعنی ادیتش نمی کنم برای اینکه جذابتر بشه. برای همینه که هر ساله به خاطر استقلال کشور تاجیکستان این بانوی هنرمند میاد و با اون فستیوال و اون جشنی که میگیرن، من یه دونه ویدیو از ایشون ریاکت رفتم، انقدر این سالن و اینجا بزرگ هستش که خانم نیگینا خیلی کوچیک اون پایین به اصطلاح داره اجراشو انجام میده. یه همچین بانوی خوش صدایی معلومه که انقدر طرفدار داره و انقدر محترم و عزیز هستش که برای یه همچین جشن بزرگی از ایشون درخواست میشه که بیاد و هنرنمایی کنه. بریم ادامه. فکر کنم از اینجا دیگه آهنگ با ریتم جدیدتری شروع بشه. در دل پاک تو من نور صفا میبینم. در نگاه تو جهان ز حیا میبینم. من تو را خوبترین خوب خدا میبینم. من چی شادم که مدام توی از من تنها. حرف مردم نشنم، پای گب ها تو نرم. حرف مردم نشنم. یه نکته بگم راجع به توپق قبلی که زدم که از کلمه جنگ استفاده کردم. انقدر این چند وقته ما خبرهای بد، جنگ هستش، اتفاقای بدی که داره توی ایران میفته، ذهن منو خیلی مشغول کرده. من الان 2-3 روزم هستش که ویدیو ندادم، به خاطر همین داستان هستش، چون اصلا روحیه کامل رو نداشتم برای اینکه بخوام بیام و روی ویدیوها ریاکت برم. ببخشید که 2-3 روز ویدیو ندادم، ولی خب امیدوارم که با این ویدیو یک کم جبران کرده باشم. بریم ادامه رو ببینیم. در هوای تو
هوسی عشق تو هرگز هوسی جز تو تا زنده ای جان نشوم یار کسی در هوای تو هم از جان بودم تا نفسی نکنم جز هوسی عشق تو هرگز هوسی حرف مردم مشونه دای گب ها تو نره حرف مردم مشونه محو آهنگ شدم. اینقدر کلمات قشنگ استفاده کرد. یعنی شعری که ایشون داره الان میخونه راجع به عشق، پایبندی به عشق و وفادار موندن به عشق هستش که آدم وقتی که عاشق یه نفر میشه دیگه همه چیش و همه فکر و ذکرش واقعا اون طرف هستش و نمیتونه به کسی دیگه ای فکر کنه و این بسیار زیباست. من که خیلی دارم حال میکنم، امیدوارم که شما هم لذت ببرید. بریم ادامه. اگر چشم جوانی طاقه افتاد بسوی من دلم زمالت کن اگر کاکل ببرویش بغلطه آه دل من ببین زمالت کن اگر ابروی کج بالا بگیره آه دل من ببین زمالت کن امیجگان سینه و قلبم بدوزه آه دلکم ببین زمالت کن آه دلکم ببین زمالت کن آه دلکم ببین زمالت کن اینجا فکر کنم موزیک عوض شد و یک موزیک شادی شده چون من قبلا ویدیو ندیده بودم. برای اولین بار گفتم که با همدیگه بریم ویدیو رو ببینیم و با همدیگه ریاکت بریم. بچه‌ای که کانال من دنبال میکنن و میدونن که من نسبت به آهنگای شاد خب خیلی داستانش فرق میکنه ولی الان هر کاری میکنم نمیشه. یعنی اون هیجانی که موسیقی شاد بهم میده رو اصلا الان بهم داده نمیشه. نمیدونم چرا. امیدوارم که حال دلامون همه زودتر خوب بشه. من اصلا در شرایط روحی خوبی نیستم. شرایط روحی خیلی بدی دارم به خاطر اتفاقی داره در کشورم میفته. درسته که من 4000 کیلومتر 4500 کیلومتر دور هستم ولی همچنان که همچنان قلبم واسه وطنم میلرزه. خدای من شاهده. خدای من شاهده. من هر جای دنیا که جنگ میشه مخصوصا کشورهای فارسی زبان مخصوصا کسایی که با هم زبون هستیم با هم دیگه و میتونیم با هم دیگه ارتباط برقرار کنیم میفهمم که جنگ میشه و این اتفاقا میفته واقعا آدم هستم که میریزم به هم. نمیخوام بگم یه آدم وحشتناک احساساتی هستم ولی اینجور اتفاقا رو وقتی میبینم که حق و ناحق داره میشه و کاری از دستم بر نمیادش خیلی واسم زور داره که نمیتونم کاری انجام بدم. بازم ببخشید اگر که نسبت به ویدیوهای قبلی که ریاکت های مثلا ویدیوهای شاد رو دیدین الان یه خورده فرق میکنم. از لحاظ روحی زیاد در شرایط مناسبی نیستم به خاطر که بهتون گفتم چه اتفاقی افتاده ولی خب بریم ادامه رو با هم دیگه ببینیم. فقط گفتم یه توضیح بهتون داده باشم. دوستتون دارم. بریم ادامه. پروانه داری دل من مشبی پروانه داری آه دلکم ببین زمالت کن آه دلکم ببین زمالت کن آه دلکم ببین زمالت کن. قدر این آزادی که تو کشورتون هستش رو بدونید. الان توی ایران خیلی دارن کشته میشن به خاطر همین آزادی نسبی که حق هر کسی هستش. یعنی هر آزادی آزاد به دنیا میادش و یه سری قوانین که یه سری افراد بس آدم مشخص میکنن که این کار رو اجازه داری انجام بدی این کار رو اجازه نداری انجام بدی. اینا واقعا زور داره. هر کسی هر شخصی عقل داره شعور داره فهم داره و میتونه خودش واسه خودش تصمیم بگیره. احتیاج نداره که کسی بخواد واسش تصمیم گیری کنه. قدر این آزادی که دارید و لطفاً بدونید. بریم ادامه.
یک گوشش نوشته شده که به صورت لایو اجرا شده. برای چه مراسمی هستش من نمیدونم، اگر میدونید در کامنت ها بنویسید. معلومه که خیلی تمرین کردن، خیلی با هم دیگه مچ هستن، خیلی با هم دیگه تونستن این موسیقی که به صورت لایو اجرا میشه که چند تا پشت سر هم دیگه میادش. کسایی که در عرصه موسیقی کار میکنن میدونن که وقتی شما داری لایو اجرا میکنی و سه مدل موزیک مختلف پشت سر هم دیگه میاد و بعد اجرا بشه، چقدر کار سختیه و چه هماهنگی پرقدرتی رو لازم داره که اینجا بسیار زیبا، بسیار زیبا. واقعا باید بگم آقا دست مریضا، باریکلا، واقعا خیلی خوب تونستن در بیارن این موزیکا رو. نمیخواهم دمه از تو جدایی، بیا خیر نکن تو به وفایی، زی پیمان روی گرداندن نشاید، محبت را وفا و سیر باید. نازنین یار من، نور چشمان من، نمی آیی چرا بحر پرسان من. نازنین یار من، نور چشمان من، نمی آیی چرا بحر پرسان من، نمی آیی چرا بحر پرسان من. خب این هم از یکی یا سه موزیک ویدیوی بسیار زیبا از این هنرمند بسیار خوش سیما و بسیار خوش صدا خانم نگینا، که آخر این ویدیو من واسه دوستا ویدیو دیگه که از ایشون ریاکت رفتم و بسیار هم استقبال شده واسه تون میذارم. بازم عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه در شرایط روحی مناسبی نیستم و نتونستم اونجوری که مثل همیشه بودش بخوام ریاکت برم. به بزرگی خودتون ببخشید، دوستتون دارم، عاشقتونم. هر جا هستید موفق و سربلند در کنار خانوادتون خوشحال و خندان باشید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.